داستان نوش برای عشق و انسانیت. داستانای درون از حقیقت، سلامت روان کلید رهاییست. به آغوشمان بازگردیم، تو کجایی؟ فیلی، دنبال کردن سایه بخشی از کتاب دبی فورد به نام جوجه اردک زشت درونه که خوندم. دبی فورد میگه که سایه قسمتی از وجودمونه که ازش خجالت میکشیم، شرم داریم، دوست نداریم که دیگران اونو ببینن. مثل حرص، خشم، خودخواهی، تنبلی، کینه‌جویی، نالایق بودن، زشتی، پستی، اینا همه در سایه ما وجود داره. سایه‌ای که همیشه انکارش کردیم، ازش فرار میکنیم. خب چیز خوبی هم نیست، حق بده آدم ازش فرار کنه. کیه که یه آدم دست با چلفتی رو دوست داشته باشه؟ کی از یه آدم خشمگین خوشش میاد؟ همه اینا از ارزشامون کم میکنه. اشتباه نکن، همه اینا برای تو میتونن یه سرمایه باشن. به جای سرکوبشون بهشون توجه کن. ندونسته منابعی به این ارزشمندی رو از دست نده. البته نمیدونم چرا هر چقدر هم تلاش میکنیم که اونها رو مخفی کنیم نمیشه. یه جورایی خودشون رو به ما نشون میدن. مثل توپ میمونن، یه توپ پرباد که زیر آب نگهشون داشتیم. به محض این که فشار از روشون کم شه با قدرت به سطح میان و میبینیمشون. برای این کارم خیلی انرژی مصرف میکنیم که به قول تو زیر آب نمونم، ولی فایده ای هم نداره. نباید این کارو کنیم. اونها واقعیت وجود ما هستن. سانسور کردن ندارن. چیزی که وجود داره. آخه برای واقعیتی که هست چرا باید پنهان کاری کنیم؟ آیا خورشید و ماه وجود ندارن؟ به نظر تو یه ابر میتونه جلوی حضور اونها رو بگیره و از ما پنهونشون کنه؟ نمیتونه، چون اونها وجود دارن و هستن، واقعیت دارن. پس انکار کردنشون کاری عبث و بیهوده است. انگار از بچگی یه کوله باری رو گذاشتم پشتم. گاهی اوقات انقدر سنگین میشه که قابل تحمل نیستش. همون جنبه های وجودته که از ترس خانواده، دوستات و جامعه که نکنه نپذیرن، خوششون نیاد، طردشون کردی و در این کوله قرار دادی. راه رفتن با این کوله سنگین چقدر سخته برام. خیلی. کوله‌تو سبک کن. باری که تا الان حمل کردی بیهوده بوده. جز زحمت هیچ سود و منفعتی برات نداشته. میترسم. از روبرو شدن با سایم میترسم. راهی جز روبرو شدن نداری. درهای روشنایی در همین تاریکیه. تمام جنبه‌های وجودمون رو باید بپذیریم. نمیتونی بدون رویارویی و شناختن تاریکی شکل کامل نور رو تجربه کنی. بخش تاریک وجود ما دروازه‌ای است به سوی آزادی حقیقی. فیلی، میدونی مشکل دیگه چیه؟ ما آدما انقدر نقاب به صورتمون زدیم، این نقاب‌ها انقدر ضخیم شدن که اصلا راه تاریکی و سایه رو گم کردیم. حتی خودمون هم بخوایم باهاشون روبرو بشیم جاشو بلد نیستیم. از افراد خانواده‌ات، دوستات کمک بگیر. ازشون سوال کن. سایت رو بهت نشون میدن. به قول یونگ، طلا در تاریکی نهان شده است. وقتی بچه بودم به من گفتن دو نوع انسان در جهان هستی وجود داره. انسان‌های خوب و انسان‌های بد. به خاطر همین همیشه تلاش کردم ویژگی‌های خوبم رو نشون بدم و زشتیامو پنهون کنم. تلاش می‌کردم تا بخش‌هایی که پدر و مادر، خواهر و برادر دوست نداشتم پنهون کنم و از شرشون خلاص بشم. وقتی هم بزرگتر شدم افراد بیشتری وارد زندگیم شدن که نظراتشون متفاوت بود و بازم به این کار ادامه دادم و بخش‌های بیشتری رو از وجودم پنهون کردم. مثلا یه چیزی که تو بچگی تو کلم کرده بودن این بودش که اینایی که زندان هستن به خاطر ویژگی‌های بد و ناشایستشون هستش که افتادن زندان. خیلی میترسیدم که نکنه منم روزی به زندان بیفتم. این همون باور غلطیه که از کودکی به خورد ما دادن. با این حرفا بیشتر مصمم میشدم برای پنهان کردن سایم. به خاطر همین مجبور شدم دروغ بگم و چیزهای بیشتری رو تو خودم پنهون کنم. میخواستم بی‌نقص باشم. همه دوستم داشته باشن. دندونامو مسواک نمیزدم، دروغ میگفتم. بیشتر از سهمم شیرینی میخوردم، دروغ میگفتم. به من گفته بودن عصبانی نشو، خودخواه نباش، بدجنس نباش،
حریص نباش. کلمه نباش پیامی بودش که در قلب و ذهن من حک شده بود. اینجا بود که قبول کردم پس من آدم بدی هستم، چون بعضی وقتا بدجنس می شدم، گاهی عصبانی می شدم، گاهی همه شیرینی ها رو می خوردم. باور کرده بودم که برای بقا در خانواده‌ام و جهان باید از این بدی ها خلاص شم. به همین خاطر کم کم اونا رو از خودت روندی و به بخش‌های دوردست آگاهیت فرستادی و فراموش کردی که اصلاً خونه اونها وجود توست. اونها از ابتدا درون تو بودن. دقیقاً همینطور. خب میدونید وقتی شما از کودکی شروع به راندن ویژگی‌های به اصطلاح تاریک خودتون میکنید، روزی میرسه که دیگه طاقت نمیارن و مثل یک بمب ساعتی منفجر میشن. نکته بعدی اینه که وقتی به طرد کردن و پنهان کردن بخشی از ویژگی‌ها و خصلت‌هاتون میپردازید، یعنی دارید وقت با ارزش خودتون رو هدر میدید و انرژی زیادی از شما گرفته میشه. نکته بعدی اینه که وقتی شما حرص و طمع خودتون رو پنهان میکنید و نقاب به صورت میزنید و بخشندگی میکنید، اما هیچ وقت در مورد بخشندگی که دارید حس خوبی نمیکنید، چون همه چیز تصنعی و دروغ هستش. وقتی من سخت تلاش میکنم تا بخش‌های زیادی از وجود خودم رو خاموش کنم، مطمئنا در مورد نقص‌ها و مشکلات دیگران هم صبر و تحمل ندارم. به سادگی اونها رو مورد قضاوت قرار میدم. من به خودم رحم نمی‌کنم، چطوری میخوام به دیگران رحم کنم؟ جامعه ما این توهم رو تغذیه میکنه که تمامی پاداش‌ها از آن کسیه که بدون نقصه و تلاش برای بدون نقص بودن ما رو از نظر جسمی، ذهنی، احساسی و روحی نابود میکنه. جوری تربیتمون کردن که همیشه نفر آخر باشیم، چون انسانای خوب این گونه‌ان. تو راست میگی فیلی، ما انسانیم با 1000 تا ویژگی جور و واجور. کی گفته چی درسته چی غلطه بدون هیچ علم و آگاهی که از ماهیت و روان انسان داشته باشن؟ اصلا به چه مبنایی خصلت ما انسان‌ها رو به خوب و بد تقسیم کردن؟ مطمئنا کسی که این کارو میکنه نه از خودش شناخت داره نه از دیگران. کلا ماهیت وجود انسان رو نمیشناسه. مگه میشه به گل رز گفت تو نباید خار داشته باشی، فقط باید زیبایی و بوی خوب بدی؟ این ذات اونه، خار و گل با همه. خب ما هم درون خودمون خصوصیات ویژگی‌های متضادی داریم، تاریکی و روشنی داریم، قوی و ضعیفیم، صادق و دروغگو، باید همه رو بپذیریم. پس حالا میبینیم که یه سری تفکرات غلط، الگوهای غلط توسط دیگران در دوران کودکی به ما دیکته شده. این بندها، این دیوارها باید تخریب شه تا ما رهاشیم و به آزادی برسیم. ترسامو چیکار کنم؟ به درونت برو و شجاعتت رو پیدا کن. نقطه مقابل ترس شجاعته، نقطه مقابل خساست دست و دلبازیه، نقطه مقابل کینه گذشته، نقطه مقابل نفرت عشقه. همه چیز به همین شکل در ما وجود داره. کامل بودن حق ذاتی ماست. تنها زمانی میتونید روشنایی رو به شکل کامل در آغوش بگیرید که تاریکی های وجودتون رو به طور کامل بپذیرید. بگید که من آن هستم، هر چیزی که در درون من است. یه موقعی میایم درستش کنیم، بدتر خرابش میکنیم. میایم از نفرت فرار کنیم، اونو سرکوبش میکنیم، در صورتی که با این کار فقط قدرت اونو بیشتر میکنیم. هر کدوم از ویژگی‌های خودمون رو سرکوب یا انکارشون بکنیم، اونها به جای ضعیف شدن قدرتشون بیشتر میشه. اتفاقاً باید در آغوششون بگیریم و به جای سرکوب اونها ببینیم اون چه هدیه‌ای میتونه برای ما داشته باشه. تو این قسمت از کتابش دبی فورد، تو همین کتاب جوجه اردک زشت درون، یه مثال قشنگی میزنه که دوست دارم براتون بخونم. میگه روزی پسر بچه‌های دوقلو به همراه پدر بزرگشون به پیاده روی تو جنگل میرن. بعد از مدتی پیاده روی به یک استبل قدیمی میرسن. پدر بزرگ و 2 تا نوه‌اش وارد استبل میشن. یکی از نوه‌ها بعد از دیدن استبل شروع به غرغر کردن میکنه به خاطر بوی بد اونجا و کثیف شدن و گلی شدن کفشای تازه‌اش و از پدر بزرگ میخواد که اونجا رو ترک کنن. ولی پسر بچه دوم با خوشحالی در آخر اسب‌ها بالا پایین میپره، شادی میکنه،
پدر بزرگ که متعجب شده ازش سوال میکنه دنبال چی هستی؟ پسرک میگه که پدر بزرگ با این همه فضولاتی که اینجا ریخته باید یه کره اسب تو این استبل باشه. میبینیم که این مثال چقدر زیبا میتونه به ما نشون بده که ما نباید از بعضی از خصلت‌هامون فرار کنیم و از اونها نفرت داشته باشیم. باید به جای نفرت داشتن کره اسب زیبای وجودمون رو جستجو کنیم. اینجوریه که رنج‌ها از بین میرن و رها شدن و آزادی حقیقی نصیبمون میشه. دبی فورد در کتاب خودش از مادر و دختری حرف میزنه که سالها نسبت به هم کینه دارن، نفرت دارن. وقتی مادر او در دوره‌های آموزشی شرکت میکنه، یاد میگیره که نفرت خودش رو ابراز کنه و بعد از ملاقات اون با دخترش، دختر در آغوش مادرش گریه میکنه و او مدتی طولانی گریه میکنه و سالها درد و رنج خودش رو به این شکل رها میکنه. اگر مادر شجاع نبود تا نفرت خودش رو ابراز کنه، این رهایی براش رخ نمیداد. مادر و دختر هر دو به قدری نسبت به هم احساسات سرکوب شده داشتن که وقتی با هم رو در رو می شدن، هر اتفاق ساده‌ای میتونست اونها رو منفجر بکنه. همون بمب ساعتی. احساس نفرت اونها باید ابراز میشد، پذیرفته میشد تا اون هدیه پنهون آشکار بشه. هدیه نفرت اون مادر عشق بود. این هدیه سبب شد تا رابطه زیبا و صادقانه‌ای بین او و دخترش شکل بگیره. هر بخش از وجود ما هدیه‌ای در خودش داره. هر احساس و هر ویژگی که داریم به ما کمک میکنه تا راهمون رو به سوی نور و یگانگی پیدا کنیم. همه ما سایه‌ای داریم که بخشی از واقعیت کامل ماست. سایه ما وظیفه داره به ما نشون بده در کجا ناقصیم و باید کامل بشیم. سایه ما اینجاست تا به ما عشق، مهربانی و بخشش رو یاد بده. ما باید یاد بگیریم نه تنها نسبت به دیگران، بلکه نسبت به خودمون مهربان و بخشنده باشیم و دیگران و خودمون رو دوست بداریم. وقتی سایه خودمون رو بپذیریم، خودمون رو شفا دادیم. داستان نوش.